کبیری رئیس حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بزرگترین تشکل اپوزیسیای تاجیک روز 27 ایول سال 2022 اقدام مقامات روسیه برای در قلمرو این کشور سازمان تروریستی اعلام کردن حزبش را اشتباه نامید و گفت این به تندرو شدن نیروهای معتدل و افزایش احساسات ضد روسی خواهد آورد. کبیری در صفحه‌اش در توییتر نوشت روسیه همچون کفیل روند صلح با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یکی از طرفهای سازشنامه صلح را تروریستی اعلان میکند به اشتباه راه میدهد. این منجر به تندرو شدن نیروهای معتدل، افزایش احساسات ضد روسیه و به هم زدن اعتماد به مکالمه و راه و واصله صلح‌آمیز حل مسائل در تاجیکستان خواهد شد. به عقیده کبیری حکومت امامعلی رحمان از ضعیفی روسیه در پس منظر بحران اوکراین استفاده برده به مسکو در مسئله تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشار آورده است. روسیه مدت طولانی این طلب را رد میکرد. یادآور شده است او و افزوده است در تاجیکستان تصمیم روسیه برای تروریستی اعلام کردن حزب نهضت را برای تبلیغات و تعقیبات نو استفاده خواهند برد. در رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اینند که سازمان تروریستی اعتراف شدن این حزب در قلمرو روسیه هیچ تأثیری به فعالیتش نخواهد داشت، چون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد منع فعالیتش در تاجیکستان و بازداشت شماری از طرفدارانش در کشورهای دیگر همه گونه فعالیت خود را در قلمرو شوروی سابق به خاطر تهدید و در زیر خطر نگذاشتن اعضا و هوادارانش قطع کرده بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حالا اساساً در حدود اتحاد اروپا فعالیت دارد. طور بامداد قبلا خبر داد دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف که روزهای 25 و 26 ایول با یک سفر کاری در دوشنبه قرار داشت، در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان خبر داد که دادستان کل روسیه خواستار در این کشور نیز سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. او از جمله روز 25 ایول به پرزیدنت تاجیکستان گفت ما الکی چندین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. روز 26 ایول در ملاقات با همتای تاجیکش ایگور کراسنوف در این باره تفصیلات بیشتر داد. وضع مهاجران و افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز افغانستان همچنان داغ باقی میماند. در این رابطه من میخواستم ذکر کنم که ما فکر شما را در مورد در روسیه نیز تروریستی اعتراف کردن برخی سازمان‌ها به این نوبت گرفتیم، از جمله جمع‌آوری و تهیه سندها نسبت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انجام رسیدند. من درخواست مربوط را امضا کردم و به دادگاه فرستادم. خبر داده است کراسنوف به دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان تا بسته شدنش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حدود 44,000 عضو دوم حزب بزرگ تاجیکستان بعد از حزب حامی خلقی دموکراتی به شمار میرفت. فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 قطع کرده شد. دادگاه عالی تاجیکستان این حزب مخالف را بر روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی و افراطی شامل کرد. از آن زمان دوشنبه تلاش داشت تا به منع رسمی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو کشورهای متحدش نیز نویل شود، ولی این تلاشش تا کنون نتیجه نداده بود. روسیه عملا نخستین کشور است که به صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در باتلاق جنگ اوکراین سبب شده است.